ترابی با پای راست ارسال بلند روی دروازه، فرصت داره پرسپولیس روی ریباند میره دروازه استقلال و هدف گرفتن و توپی که اونجا سید حسین بیرون میاد گرفته، پرچم بالاست، توپ به گل تبدیل میشه اما پرچم کمک داور بالاست و پاس عالی فرصت داره اونجا محمدی، بازم یانگا یه ارسال کوتاه بلانکو ارسال کوتاه و زمینی فرصت داره اونجا محمدی میچرخه میزنه ضربه‌اش موفق نیست و اسماعیلی فر مسیر رو بسته، یه ارسال بلند روی دروازه برای محمدی میتونه ضربه سر، ارسال بلند کاتا روی دروازه ضربه سر خطرناک که این پاس اشتباه میتونه کار دست استقلال بده، حسینی که ضربه سر دور کرد پشت محمدی جریمه، ضربه امید عالیشا به توی دروازه چه تعویضی میکنه پیمان بابایی رو میخوام بفرستن، بازم فرصت داره استقلال تو زمین پرسپولیس، تکل نظری داور میذاره کار داور سود زده، یانگا حرکت میکنه میزنه و خلاف جهت پنالتی رو گل کرد، جواد نکونا هم میره به سمت رابرد 102 1-1 مساوی تموم شد.